اینجا بازارچه زرقان استان فارس. امروز 14 آبان، همه جا تعطیل اینجا، یعنی فقط داروخونه بازه، همه مغازه بستن، سوپریا، میوه فروشی ها، همه. این میزان از همبستگی و اتحاد امیدوارم به سپاهی و بسیجی ثابت کنه که دیگه جایی توی مملکت ندارن. 14 آبان بازار با سلام. اینجا سنندج، دوشنبه 14 آذر 1401، خیابون پهلوی، ساعت 9 صبح. اینجا یکی از شلوغ‌ترین خیابونای سنندجه. همچنان که میبینید همه بستن. اینجا خیابون پهلوی سنندجه.